جمعیت دارای مساحتش محدود به نام حیدر میروف و برکت چاروا در شهر حصار برای سری وقت به انجام رساندن معرکه پنبه‌دانه‌کاری از حساب متخصصان ساحه گروه کلی تأسیس داده تمام تکنیک و ماشین‌آلات‌های کشاورزی را به کشت پخته سفربر کردند. باید گفت که با مقصد به دست آوردن حاصل بلند امسال کشاورزان منطقه با اگرتکنیکای کشت پنبه‌دانه اهمیت مخصوص ظاهر نموده تخمی‌های با صفت را انتخاب نمودند. امسال ما برای اجرا نمودن دستور سپارش و جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان اویدی با اشیاء خام صنعتی تامین نمودن صنعت‌های جمهوری را در نظر گرفته سهم خود را برای تامین نمودن اشیاء خام صنعتی گذاشتنی هستیم و خدا خواهد که از کشت صفت کشت و صفت تخمی رو اگر در نظر گیریم خدا خواهد کشت با صفت شده حاصل خوب می‌ریونیم. کشاورزان خواجگی‌های خرد و میانه پختکاری شهر حصار از باد و هوای مساعد بهاری ثمرآور استفاده نموده عزم دارند که کشت پخته را در منطقه تا آخر ماه اپریل به انجام رسانند. سال جاری نسبت به سال گذشته سربارشتر آمد، لیکن به همه نگاه نکرده توسط نقشه کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولت شهر حصار در پرتو پیام نوبتی پیشوای ملت با مجلس عالی جمهوری سوئیستان ما علاقه پیش آغاز کش تکنیک خود را به خط تیار گذراندیم. البته کمیسیون شهری آمده دیده برآمدن و از خط تیار گذراندن و امروز ببینید که ما با تمام تئوری پخته هم تئوری تکنیکی هم تئوری قوای قابل مهنت هم تخمی دیگر وسایلی که برای کش ضرورن ذخیره کرده با کش پورا تیار شدیم و کش را خدا خواهد در هفته‌های نزدیک به آخر میرسانیم. با دستور حکومت مملکت در همه منطقه‌های کشور جهت افزون گرداندن استحصال پخته و با اشیاء خام تامین نمودن کارخانه‌های صنعت سبک چاره‌های عملی اندیشیده می‌شود. در این سمت دهقانان خواجگی‌های خرد و بزرگ پختکار شهر حصار نیز با امید دانه‌های چگید را به زمین پوشیده نیت دارند امسال میدان پرورش پخته را به 3000 گکتار رسانند. گزارش خورشید علیموف صاحب نور عبدالرسولov از شهر حصار برای برنامه اطلاعاتی نوید.